به یک از ویدیوهای چینل ساحل میدیا شما را خوش آمدید میگم. در این ویدیو به شما آموزش میدهم که شما چطور میتوانید یک حساب فیسبوک درست کنید. فراموشتان نشه چینل ساحل ویدیو را سابسکرایب نموده و ایکن زنگوله را هم فشار دهید تا هیچ یک از ویدیوهای ما را از دست ندهید. خب دوست، اگر میخواهید یاد بگیرید که چطور یک حساب فیسبوک درست کنید، پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. خب آمدیم روی اسکرین موبایل خود اپ فیسبوک را باز میکنیم. در این قسمت بالای کریت نیو اکانت کلیک میکنید. در این قسمت نام خود را وارد میکنیم. مثلا ساحل میدیو. گزینه نکس را میزنیم. اینجا گفته از کدامش میخواید استفاده کنید. میتونید یک از این گزینه ها رو انتخاب کنید، مثلا ساحل میدیان. گزینه نکس را میزنید. بعد در این قسمت تاریخ تولد خود را وارد کنید. بالای سیت کلیک کنید. تاریخ تولد شما مشخص شد. گزینه نکس را میزنید. در این قسمت جنسیت خود را مشخص میکنید. گزینه نکس. در این قسمت نمبر تلفن خود را وارد میکنید. میتوانید از طریق جیمیل خودم مورد حساب شوید. من از شماره خود استفاده میکنم. بعدم گزینه نکس را میزنید. در این قسمت رمز را وارد کنید که از 6 رقم بالا باشد. فراموشتان نشود که بعدا از طریق همین پسورد میتونید وارد فیسبوک خود شوید. بعد از اینکه پسورد خود را وارد کردید، گزینه نکس را بزنید. اینجا هم بالای سیف کلیک کنید. اینجا هم بالای آی اگری کلیک کنید. در این قسمت در شماره تلفن شما یا در جیمیل شما کد می آید، آن را وارد کنید. بعد بالای نکس کلیک کنید. خب اکانت ما تقریبا درست شده. در اینجا شما میتونید عکس پروفایل خود را وارد کنید. اگر نخواستین هم میتونید بعدا هم انتخاب کنید. بالای اسکیپ کلیک کنید. اینجا فیسبوک به شما خوش آمدید گفته است. در این قسمت شما میتونید اعلانهای فیسبوک خود را روشن کنید. خب اکانت ما با موفقیت درست شد. شما از این قسمت میتونید عکس پروفایل و عکس بک‌گراند خود را انتخاب کنید. امیدوار هستم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد و مشکلتان حل شده باشد. تا ویدیوهای دیگر شما را به الله پاک می‌سپارم.